دوستان سلام. وقتی میخوایم کدایی رو که با IR Learner ذخیره کردیم تو سیستم خودمون برای یکی دیگه بفرستیم، از تو منوی فانکشن گزینه IR Learner رو انتخاب میکنیم. این پنجره باز میشه. کدهامون تو IR Library اگر نگاه کنید لیست کدایی که ذخیره کردیم اینجا دیده میشه. مثلا من میخوام اسم اینو عوض کنم، انتخاب میکنم، یه اسم جدید براش مینویسم، دکمه رینیم رو میزنم. اسم کدایی که تو سیستمم هست ذخیره کردم عوض میشه. گزینه دیتا بکاپ رو اگر بزنید اکسپورت، شما میتونید کدهایی رو که توی سیستمتون دارین ذخیره کنید یک جای دیگه. من یه اسم بهش میدم اینجا، گزینه سیو رو میزنم. الان کدهایی که تو سیستم من بود ذخیره شد تو اون آدرسی که دادم. اگر تو خواسته باشین حالا شما کدها رو از دوستتون بگیرین و تو سیستمتون وارد کنین، گزینه ایمپورت رو میزنید. توی ایمپورت اون اسمی که دادین انتخاب کنین و گزینه اوپن رو بزنید. با این کار کدهایی که از سیستم یکی دیگه گرفتین تو کامپیوتر شما هم ذخیره میشه.